سلامتون، خوش اومدید. به پدرام هستم. امروز قراره علی گریزی با بره داخل تسلا بمونه و با من همراه باشید با پدرام و بریم سراغ ویدیو. واسه بچه‌ها بریم. اگه میخوام باش بیرون برونم قراره که همه نگاه بخوان جذب کنم. البته خودم هم جذب نیست که ماشین آجی اصلا جاودانگی ابهت از این ماشین بچه فقط داره هی چلوک داره میریزه. مقاومتش هم که خیلی مرکز فوق اصلا نمیدونم روز شماری بکنم. بریم واسه خریدش. بالاخره این گواهینامه لامصبو گرفتن. اینقدر سخت بود در همه سرویس شد سر امتحانش، ولی بچه‌ها کار نشد نداره. گواهینامه آلمانی گرفتن خیلی سخته. حالا گواهینامه گرفتیم، مرحله بعدی چیه؟ از اونجایی که نمایندگی رسمی داخل تسلا توی مونیخ نیستش، بخاطر همین بچه‌ها باید برن خارج از مونیخ. از اونجایی که ماشین ندارم باید با مترو اینو بچه‌ها برم قطار بگم، حتی با اتوبوس قراره که بریم بالاخره ماشین بخریم. خودتون در جریان هستید که من ماشین ندارم و یه سری ویدیو که من خواستم بگیرم بعد میرفتم یه جا دورتر و کلی وسیله رو خودم می‌بردم. واقعا بچه‌ها یه ماشین آدم احتیاجش میشد. حالا ازم پرسید چرا تاکسی نمیگیری؟ اینجا تاکسی خیلی گرونه. یعنی اگه می‌خواستین از یه جا برین اینجا دیگه 50 یورو من میداد. خب تو یه روز 50 یورو. خب تو ایران ناموسن اسنپ اینا خیلی ارزانه. البته اگه درآمد دلاری اینا داشته باشید که تو هستیم و بالاخره بچه‌ها ما هم ماشین دار میشیم و که روزی که مثلا Been on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, do it in your face. I've been going in, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow the day. I've been on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, do it in your face. I've been going in, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow the day. I'ma blow the day. بالاخره بعد از 1 ساعت و نیم تو راه بودم بچه‌ها رسیدیم. اونا اومدیم یه شهر دیگه. حاجی دارم میبینن نماینده تسلا. البته اینجا داریم میبینید همش هوای آلمان اینجوریه. کلا اطرافمون که KFC و مکدونالد و این چیزا هست و اون ته هم نماینده تسلا بچه‌ها داره نگاه میکنه. ده نازم وقتی که صاحب تراک اومدش همیشه دوست داشتم که بچه‌ها بگیرمش. اودوی خیلی خفنه. واسه گرفتنش هم اون موقع الان که دیگه آدم نمیتونه بگیره، یعنی پری اوردرش تموم شده. اون موقعی که اومده بوده شما بعد $100 میدادی که اسمتون ثبت بشه و بعداً وقتی که حاضر بشه اینا بیاین تحویلش رو بگیرید که الان تو سراسر آمریکا اینا اومده و اروپا هم که همچنین. ما هم تو داریم می‌بینیم ماشین توش کسی نیست. استیشن شارژ تسلا ایناست. آموزن تسلا این همه ماشین نماینده داخل شهر زدن، تو اومدی بیرون شهر زدی. خدا لعنتت کنه. هم تو داریم می‌بینید این ماشینای مدلاشو یادم رفت. یه نکته که بچه سر این تسلا هستش، یه دونه وای داره، یه دونه اس داره، یه دونه سه داره. خب و این 4 تا حرف اگه کنار هم بذاری یه حروفی در بیاد. خب ادیتور اینجا بذارش. خب که این نشون میده ایلان ماسک خیلی لاشیه. ولی این مدل جدیدش بچه خیلی هستن. ولی اینجا من نمیدونم چرا صاحب تراک نمیبینم. صاحب تراکشون اینجا نیستش. آجی ولی صاحب تراک قرآن مجید من سوار صاحب تراک بشم برم بیرون تو شهر بچه رانندگی بکنن، همه یه نگاه سمت ماشین هستش. این بهتره بگم مرحله ورودی بچه‌ها اینجا باشه. دیگه بچه‌ها رویا دارن بچه‌ها نزدیک دارن میشن. بریم وارد بشیم. بریم که صاحب تراک هم بچه‌ها اینجا هم پاک نشده. اینجا رو نگاه بوت تسلا what the hell چه وضعیش؟ حسابات اوپنسیس هیومن روبات ایدنتو کامپلت جونسون داره. حالا دیگه ادیتور لطفا اینو معنیشو بنویسید. چند تا داریم می‌بینیم مدل اس اینجا هستش. اینم خود تسلاست. من خیلی به ماشین الکتریکی علاقه دارم. ولی ببین یه چیزی که هستش، ماشین الکتریکی نمی‌خرم مگر اینکه ثابت تراک باشه. که ثابت تراک رو بچه‌ها الان می‌خوام بخرم. ولی بچه‌ها ماشین فقط ماشین که صدای گاز بده. چیه سوسول بازیه؟ این مرد واقعی باشی و صدای گاز بده ماشینه. این ماشینه هستش. ماشینا خیلی هستن فرقونش رو نشست. اولی شت این سماچی خیلی هستن. این ماشینا خیلی خفنه هستن. این داشبوردش هم که مثل داشبورد اینش مریخه. این مارس میشه مریخ دیگه. مانیتورش هم مثل مانیتور ماشین مهران دیگه. فرق نمیکنه. عقبش هم که همونه. حاجی اینا نیستن. خیلی ساده است داخلش. مدل جدید هستش که بچه‌ها امسال داده بیرون. اینم که مدل ایکسشه.
اینجا رو نگاه کنم. این موتور تسلا هستش که میاد روی ثابت ترک باشه، یعنی پشتش میاد. وای باور نمیشه بالاخره ماشین دار شدم. Let's go baby let's go. خیلی احساس خوبیه خیلی. بچه‌ها سلامتی، الان چند روزی میگذره از خریدن ماشین. قبل اینکه ماشین رو بهتون نشون بدم ثابت ترک تسلا رو، اولش که می‌خواستم تشکر کنم بابت این 4 سالی که چون خودتون میدونید من 4 سال بچه‌ها داخل یوتیوب دارم فعالیت دارم میکنم. تو این 4 سال خداوکیلی تمام تلاشام کردم. گواهینامه بچه‌ها اینجا خداوکیلی گرفتنش خیلی سخته. یعنی بهتون بگم که اگه می‌خواید شما گواهینامه بگیرید تو آلمان، به جز اینکه خیلی هزینه واسهتون در میفته، خیلی هم وقت میبره. خداوکیلی واسه من خیلی وقت برده. اگه خیلی کارت خوب باشه 2500 تا حداقل با گواهینامه شما میتونین بگیرین با 2500 یورو، ولی که معمولا مثلا خود آلمانی‌ها اینا اینجا مثلا بین 2800 تا 3500 تا انجام میدن، چون بالاخره جو ممکنه چند بار بیفتن کلی کلاس نمیخوام برنامه در کل وارد جزئیات نمیشم. بازم تشکر میکنم تو این 4 سال بچه‌ها کنار من بودید، بچه‌ها که کامنت میذاشتن، بچه‌ها که لایک میکردن همه ویدیو رو و همه ویدیو رو میدیدن، نوتیفیکیشن آن میکردن و دم همتون گرم. و واسه ثابت ترک خیلی اوقاتش بالاست. 3 2 1 خوش اومدید به ثابت ترک. Friend me, enemy. All these niggas just wanna be a mini me. All these niggas just wanna be a mini me. All these niggas just wanna be a mini me. Friend me, enemy. All these niggas just wanna be a mini me. All these niggas just wanna be a mini me. All these niggas just wanna be a mini me. Friend me, enemy. All these niggas just wanna be a mini me. All these niggas just wanna be a mini me. All these niggas just wanna be a mini me. بله بچه‌ها همونطور داریم می‌بینیم ما اینجا الان ثابت ترک تسلا داریم که یه دونه از این موتورایی که هستش هم واسش گرفتم. کلا قیمتی که واسه این ثابت ترک شدش 140 یورو بودش. از ویژگی‌های این ماشین بدنش با ضد ضربه است، یعنی شما اگه یه سنگ بردارید بزنید مثلا خط و خرش یا اینکه مثلا فور رفتگی چیزی مثلا اینجاش پیدا بکنه اصلا پیش نمیاد. سنگ بگیرم بزنم حالا. حاجی به نظرم این سنگ حاجی بندازیم رو سالم میمونه. نظرت میتونی بلند کنی؟ حد ساعتی که این ماشین میره 20 کیلومتر در ساعت هستش. ماشین علی هم که واسش گرفتن اینجا پاک شده، لامبورگینی اونتادور. و بریم با عقیق ماشین رو برونیم. حاجی ناموسن از سر باتری اضافه کردن این خب دیگه سرویس شو خاصه چیکون داره دکل جنا کنه. هی حاجی ناموسن میبینی چقدر خفنه. حاجی تسلا انداخته تو پورتا کار نمیکنه. باتریش هم شده. بله بچه همین بود. امیدوارم از ویدیو خوشت اومده باشه. چرا باتریش تموم شد؟ من انداختم تو باتریش شارژ. حاجی پورتا رو میگی صداشو بگیر. ببین حالت عادی که اصلا گاز نمیده درست این چه صدایی هست؟ فقط صدا میده بابا هیچی نیست. بله بچه‌ها هم ببینید اینجا یه دونه از اینا داریم، البته دیگه کنترلی نیست. 140 یورو بهش انداختم. بعد جالبش اینجاست من نمیتونم 140 یوروشون انداختم به پس بدم. شاید باتریش چیز شده. شاید علی تو ماشینتو برون. تسلا چیه با لامبورگینی برون بابا بنازم به لامبورگینی. اوه حاجی بذار رخ کارو بگیرم بابا نه دور نشو برو بگیرم. اوه حاجی چه لامبورگینی هست ناموسا. خب بچه‌ها الان علی میخواد تست مقاومت ماشین ثابت ترک رو با لامبورگینی اونتادور بچه‌ها بگیره. ضد گلوله و ضد سنگ هست، حالا ضد لامبورگینی. آره ببین که ضد لامبورگینی هست یا نه. بیا برو جسمر برو. تو یه ماشین کنترلی نمیتونی برونی، من میخوام ماشین برونی. تو کی میخواد به گواهینامه بده؟ کی به تو گواهینامه داده؟ اوه تو چرا ثانیه آخر عوض میکنی؟ صاف برون دیگه مثل آدم. نگاه کن هیچ اتفاقی بچه‌ها نیفتاد سر ماشین. حاجی چه پرتش کردن. حاجی هیچ چیش نمیشه این ماشین. سب از بریک حرکت نمیکنه. تو اینجی کمکش میکنه یا نه؟ برو. حاجی من به یه اتفاق دیگه فکر میکنم اتفاق داره بیفته. یه اتفاق خیلی بد. پرنگ شده. حاجی ناموسا بعد از اینکه نشون دادم ماشین کنترلی هره. من که گفتم ماشین گرفت. حالا چه ماشینی گرفت؟ حاجی بعد از اینکه ماشین کنترل نشون دادم خیلی با جدیت داشتم باهاتون صحبت می‌کردم. ولی دکو بچا چرا همیشه باید دوستای من یا بقیه یوتیوبرها پرنگ بشن؟ یه بار من شما رو پرنگ می‌کنم. دکو بچا ایسکاتون رو گرفتن تو این ویدیو. ولی آقا جدی با نرونش می‌خوام صحبت کنم. حاجی
ناموسن خیلی خفنه. اصلا به اسباب بازیش خفنه، چه برسه ماشین خود اصلیش بیاد. ولی در کل بگذاریم. آقا من دارم الان گواهینامه میگیرم. اگه خدا بخواد و همیشه خوب پیش بره، چون امتحان تئوریش باشه خیلی سخته تئوریش. اینجوری مثل ایران نیست بدی سر امتحان بدی تمام بشه. آفتاب شد. سگ داشت مرور میومد. امتحان تئوریش بچا 1300 تا سوال هستش. از 1300 تا سوال 30 تا سوال میاد. و سوال سخت. امیدوارم که همیشه اگه خوب پیش بره 3-4 ماه دیگه بچا میگیرم گواهینامه و تا 3-4 ماه دیگه بچا من ماشین میگم. حالا چه ماشینو بگیرن طبق ویدیو قبلی نمیگم، ولی یه ماشین خیلی خفن قرار بگیرم. یه از اونو میگیره. ببین ناموسن خب من ماشین برقی اصلا نیستم. قبلا خیلی بودم ولی نیستم. ولی ثابتان که چیز دیگه است. اندروتید نظرش عوض کرد. آره البته نظرم عوض کرد. ماشین گازی با این چیه ماشین؟ این بشر رو می‌بینین 3 سال 4 سال پیش گفت من ماشین الکتریکی و فلان و من مرد نبودم الان مرد شدم. ولی این حاجی یه ابهت دیگه داره با اینکه ماشین چیزیه. چرا میزنیش؟ فنر داره. ماشین با اینکه ماشین بچه‌ها برقی هستش ولی یه ابهت و یه توجهی که شما تو خیابون جلب می‌کنه با چشای برقی بچه‌ها اصلا یه چیز دیگه است. خدا نمی‌خوام بگم. حالا شما داخل کامنت ها واسم بنویسید که بیشتر ماشین گازی ترجیح میدید یا برقی. من اینکه این بود از این ویدیو و رنگ شما. مرسی برای تماشای این ویدیو. فعلا تو بزن. باشه خیلی ممنون تا این سبک ویدیو رو دیدید. ای دوست دارید از این سبک ویدیو نیست براتون بزنم تا داخل کامنت ها بنویسید و قلب سیاه هم یادتون به هیچ عنوان نره. خیلی ممنون ازتون. خدا نگهدار.